دوستان، وقت شما بخیر. برای معرفی کلمپ، این یه وسیله است که سیمای دکل آرایش میده. این به این صورته که این کله گاوی گفته میشه. این نگه دارنده است، وصل میشه به دکل، به این صورت سفت میشه. بعد این پیچا این لقمه ها نگه دارنده فیبر و پاور هستن و به این صورت که وصل میشه. حالا اینو میتونیم ما به وسط هم وصل کنیم. یعنی به هم اینور وصل میشه هم اینوری وصل میشه، برای جاهایی که رکفیده برعکس وصله میشه. اینوری هم میشه وصل شه. فیبر و پاور، فیبر از این ور پاور از این ور. حتی میتونیم برعکس این کارم انجام بدیم، فیبر پاور از این ور، بعد با یه آشر 10 سفت میشن. البته بستگی داره، اینا آشر 13 میخوره. بسته میشن به این صورت تا پایین دکل آرایش داده میشه.